عرض ادب و سلام و احترام، خسته نباشید. امروز 28 فوریه در خدمت دکتر احمدی بچهای عزیز هستیم. میخوایم یه بررسی مارکت رو انجام بدیم. هفته خیلی عجیب غریبی بود، مخصوصا برای شاخص‌های بورسی. ماکرو دیتا ها عمل نمی‌کنه، اصلا خیلی وقت دیگه اصلا ماکرو دیتا عمل نمی‌کنه. دکتر سریعا میرم سر اصل مطلب، یعنی اصلا به هیچ چی کار ندارم، فقط الان سریعا میرم روی بگو. شاخص بورسی، اونم آمریکا. به هیچ چی هم کار ندارم. باشه. دکتر داستان چیه؟ داستان از چه قراره؟ نظرت چیه؟ به خاطر چی ما انقدر با این درآمدزایی انویدیا، حالا درسته یه شب قبلش هم پوت خریدن ولی بد نبود دیگه، ولی چی شده؟ پوزیشن آنواید کردن. ارزم به خدمتتون اون 10% هلسی پول بکه داره میاد تو بول مارکت. داستان از دید شما چیه تا من بگم داستان از دید من چیه؟ مهندس شما اول خب در خدمتت هست. ارزم به خدمتت که دکتر من یه چند وقتیه اگه دقت بکنی تو خود کانالم میگم من دیدم نسبت به شاخصهای بورسی آمریکا اینجوریه که دم یه پرتگاهیه به زور خودشون نگه داشته، چه تو مبحث والویشن، چه تو مبحث اینکه ما یه تورم ماندگاری خواهیم داشت و چه تو مبحث اینکه حالا ایشالا که باشه اینجا، ولی یه چیز کوچولو میخوام بهتون نشون بدم. ارزم به خدمت که دکتر دیتاهای آمریکا رو دارم میبینم، حالا اسپیکس و اینا رو کاری ندارم، یه مقداری داره از منظر رشدی. حالا اصلا چرا از اینجا ببینیم ها؟ بیا اینجا برامون فکر کنم خیلی بهتره. احساس میکنم از منظر رشدی یه مقداری داریم اسلو میشیم. من دیتاهای اگریگیت رو میارم، یعنی همه میتونیم با هم اصلا از طریق رنگم ببینیم CSR ایستریوسا کارلیشن به درد نمیخوره، ترموکود مینی ریورژن، آها، ارنینگ CFTC کانتری ییلد کرو اکون دیتا. خب یو اس اکونومی هارد دیتا. خب بریم از چپ به راست دیگه. بله ببینید دکتر، حالا اینا هارد دیتا هستن دیگه، یه مقدار ADP اینا دیتا ها، اینو حالا یه نگاه بهش انداختم، بعدش یه مقداری هم اومدم، بذار ببخشید مثل چی میگم خدا چه اینجوریه، آپدیتش رو ببینیم. یو اس هاستینگ ترکر به دردم نمیخوره، هارد دیتا اینجا. دکتر به نظرم دیتا های رشد به اون قدرت باقی نموندن. حالا صاف دیتا هم نگاه بکنیم اصلا مشخصه، از به قول گفتنی آبیه داریم میریم به قرمزه، اینم از آبیه داریم میریم به قرمزه. یعنی آقا من اون درایور رشده رو دیگه کمتر وزن میدم. این یه دلیل بنده. خب دو اینکه خیلی ما دیگه رفتیم بالا، یعنی حالا من قطع خود که میدونی والویشن زیاد اونقدر برای من مهم نیستش، خب ولی خب قطعا والویشن اینا خیلی بالاست. سوم این که من فکر میکنم به قول گفتنی این بحث تعرفه های ترامپ هنوز جمع نشده و مخصوصا این، اگه اشتباه میکنم تحصیل بکنید دکتر، این مگا کپ ها، مگنیفیسنت 7 ها، اینا فروششون اکسپوژر بین المللی داره. خب و اگر ترامپ صرفا به خاطر مذاکره این حرفا رو نزده باشه، ما احتمالا یک کاهش رشد اقتصادی جهانی داشته باشیم. حالا از طرف دیگه ای، غیر از کاهش رشد اقتصادی جهانی دکتر، من یه چیزی خیلی نظرم رو جلب کرده، اونم از سیتی گروپ اکونومیک سورپرایز ایندکسه که اولا که جی 10 داره میاد پایین، یعنی 10 تا کشور صنعتی رشد اقتصادیشون سیتی اکونومیک سورپرایز ایندکس، که این میتونه دقیقاً بد باشه حتی برای شاخص‌های بورسی آمریکا. خب و جالبترش مال خود فکر میکنم یو اس باشه. چرا نذاشتی نامرد یو اس رو؟ خب این برای یو اس دکتر، یعنی رشد از این منظر سیکلیکال به ولیو داره میاد پایین به نظر من. حالا مثلا یه مدلش رو چک میکنم، خیلی خیلی شاید ابتدایی باشه. کیو به یو اس سی، خطیش رو کنیم که مثلا دکتر
سیکلیکال به ولیو هم دارم از این منظر میبینم. کلی مثال دیگه هم خودت بهم یاد دادی و گفتی که بابک اینا هم نه هستن. مهندس من درس آره. پاس میدم. فدات بشم. دکتر فاینانشیال کاندیشن چی؟ فاینانشیال کاندیشن نظر راجع به نقدینگی چیه؟ بابا اینقدر نمادش سخت بود بعد برم از خود چیز بیارم، به قول گفتنی خود بگو اسمشو خود پاورپوینت بیارم. نمادش میتونید برام بخونید بچه ها؟ W چی بود دکتر؟ یا برم بیارم یا میخوای شما صفحه رو شیر کن من برم بیارم؟ میخوام ببینم نقدینگی چجوری شده، اومده پایین رفته بالا. خب مجبوریم که یه دقیقه با هم بیاریمش بچه ها. دکتر در خدمت هم دارم زیادی گویی میکنم، یه مقداری تا من اینو میارم یه کوچولو راجع به انویدیا برامون صحبت میکنی که آقا چی بوده داستان؟ چشم مهندس من میخواین چک مهندس کنم بچه ها نوشتن نمادشو. نوشتن باشه در بچه هایی. بی چیزو میخوای مهندس؟ اسپرد رو میخوای؟ نه بچه ها کلش رو میخوام دیگه. من بالانس شیت رو میخوام، منهای تی جی ای، منهای حالا اون فعلا خیلی چیز نیست، خیلی به نظر منم تغییر نکرده، ولش بکن. مارکت موور نیست. میخواستم یه فاینانشیال کاندیشن هم با هم چک کنیم دکتر، یعنی از این منظر میخوای من مهندس شیر کنم؟ حتما. پس بذار من اینو بهت بگم و شیر بکنیم و بریم. آقا به نظر من حتی غیر از این که اینا حالا پی بیشون بالاست و ما اصلاح نیاز داشتیم و اینا، من احساس میکنم که یه مقدار از سکتورها جریان نقدینگی داریم. یعنی ممکنه از تک دارن میرن تو چیزای دیگه، یعنی سکتور پرفورمنس هم من یه مقداری دارم بررسی میکنم که آقا شاید یوتیلیتیز مثلا خوب باشه، یه همچین حالتی. برای همین دکتر من منفیم، خب ولی یه جایی دنبال خرید هستم حقیقت ماجرا، ولی جام خیلی رویایی است حقیقت. خب و اون هم طرف بین 18500 تا 19000 اگر که من یه تاییدیه ببینم. 20500 که دیگه یا اول فصل ببینم چیه 20500. دکتر که اصلا تو جکس منفی هستیم دیگه، اصلا HBL بله اصلا تو جکس منفیم که هیچ. یه امروز 20150 رو میده، نمیدونم. واقعیتش من اصلا مثبت نیستم، سوینگم نمیگیرم، پوزیشن تریک بخوام بگیرم تو راسل میگیرم، اونم تازه اگه ریسنتیمنت اینا مثبت شد. بین همه اینا چون اقتصاد جهانی منهای آمریکا داره بهتر عمل میکنه، اگر همشون تقریبا سنتیمنت خیلی ریسک آف بود، حالا اینم 21 رسیدیم به کف، شاید تعجب بکنیم من بگم آقا به جای نزدک یا S&P جرمن میخوام بخرم. این چی میگم؟ یعنی آقا من جرمن چل میخوام، اصلا مثلا نزدک S&P الان نمیخوام. چقدر دایورسیفایه، چقدر این بشر دیفنسیوه، اصلا با این ریسکا هنوز اصلا داره میره بالا. یعنی چی آقا؟ آره اینجا من روی جرمن. بریم دکتر شما شیر کنید. پس نظر من فهمیدید که متوجه شدید. نظر من چشم مهندس هم نیست البته. خب من شیر میکنم مهندس، فقط اگر مشکلی پیش اومد حتما بهم بگو. من اگر اینتراپتت کردم معذرت میخوام. نه اینتراپ نه مشکلی، آره نه. توی وایس و هر فقط چیزی به خاطر بود. که دکتر سوادت خیلی بالاست، ممکنه نه یه چیزی مهندس بگی من چیزی که از تو میخوام اینه که ساده سازی کنی برامون. میدونی چی میگم؟ این خیلی آره اگه اینتراپت کردم از الان عذرخواهی. بریم آقا. نه خواهش. مهندس از روز تقریبا جمعه شروع شد دیگه این سلافه، درسته؟ جمعه حالا چی بود؟ جمعه اوپکس ماهانه، یعنی آپشن اکسپایری چیز بود دیگه، فوریه بود. بله. آره معمولا این اوپکس های ماهانه خیلی حجم زیادی نداره. خب یعنی خیلی حجم خاصی رو از مارکت، از انقضاهای مارکت، از قراردادهای مارکت کم و زیاد نمیکنه. ولی خب معمولا ببینید مثلا سومین هفته هر ماه اوپکسه، روز جمعهش
اکسپایری انقضاهای شاخصاست. بله روز چهارشنبه انقضای وی آی ایکسه. بله دکتر این عکسی که داری نشون حالا من میدی این VIX رو اسپویل بعداً جلسه پنجم ها. شوخی جان میگم عکسی که داری نشون میدی اسپویل جلسه 5. شوخی میکنم بابا، بریم صدامو داری؟ خب مهندس، بعد بین این فاصله چهارشنبه تا آره مهندس صدای من هست؟ بله آره، بین این فاصله چهارشنبه تا جمعه که مثلا هم قراردادهای وی ایکس هم قراردادهای شاخصا دارن چیز میشن، سررسید میشن و اینها، چون نسبتا حجم خوبی از مارکت کم میشه، جابجا میشه و اینها، یک پنجره‌ای به وجود میاد دیگه، پنجره زمانی. خب معمولا اگر مارکت بخواد تغییر جهتی بده یا حالا مثلا اصلاحی کنه یا مثلا حتی به سمت رشد بره، معمولا تو این پنجره بازه زمانیه بهش میگن. آقا یک بار دیگه این بازه پنجره ترتیب. زمانی رو بگو. معذرت میخوام صداتو نداشتم، فکر کنم تو اونجا هم ضبط نشد. ببین سومین هفته هر ماه خب بله. اوپکسه، درسته؟ سومین خب هفته هر ماه بعد اوپکسه. اوکی. آره آپشن اکس. آره بعد مهمتریناش همون آپشن اکسپایری های انتهای فصل دیگه، یعنی انتهای هر فصل، سومین انتهای هر هفته‌ای که کوارتر اون که موقع بهش میگیم کوارتر کواد تموم ویچ میشه. یا تریپل ویچ. آها کواد ویچینگ یا تریپل ویچینگ. آره. خب بعد حالا روز جمعهش معمولا روز جمعه میشه دیگه آپشن اکسپایری شاخصا، مثلا SPX یا مثلا SPY یا مثلا نزدک، داو جونز، هر چیزی. خب بله. آره این روز جمعه است. معمولا VIX 2 روز قبلشه. خب حالا یک استثنایی هم داره، حالا ما به اون استثناش کار نداریم. مثلا VIX اکثرا چهارشنبه است، شاخص جمعه است. تو این پنجره زمانی چهارشنبه تا جمعه و 2-3 روز بعد، حتی مثلا 2-3 روز بعد توی هفته آیندهش، یک پنجره زمانیه. خب بله. که انگار یک سری قراردادهای زیادی سررسید شدن و قرار دوباره یک سری قراردادها برای مثلا ماه آینده یا مثلا فصل آینده چیز بشن، ساخته بشن. خب یک سری پوزیشن ها ساخته بشن. آره این بازه زمانی که مثلا حالا از چهارشنبه شروع میشه تا مثلا حتی 1-2-3-4 روز بعد هفته آیندهش، یک پنجره زمانیه که ساختار بازارش ضعیفه. خب یعنی بازار بخواد حرکتی این پنجره زمانی پس شد تو سومین اوپکس به آخرین اوپکس فصل و 2 روز قبلش معمولا. آره میخوام این بازه زمانی رو بنویسم. فکر کنم میخوام بازه زمانی رو بنویسم. چی بنویسم؟ آره معمولا میگم بازه زمانیه که حالا بهش میگن پنجره تضعیف، ویندو آف ویکنس. حالا مثلا اصطلاحی معروفه که بین همون چیزا دیگه، ولاتیلیتی کارا و آپشن کارای خود آمریکایی‌ها معروفه. این بازه زمانی است، یعنی از اوپکس VIX تا 2-3 روز بعد از اوپکس مثلا شاخصا. حالا معمولا چرا چیزا تریپل ویچ ها برامون مهمتره؟ چون خب حجماش خیلی بیشتره، به شدت وحشتناک حجماش به نسبت اوپکس های معمولی ماهانه بیشتره. خب تا 2-3 روز بعد اوپکس شاخصا منظورت هم همون اوپکس قوی است دیگه؟ آره مثلا همین دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه همین هفته. یعنی مثلا جمعه نوشتم دیگه از جان ویندوز آف ویکنس رو درست نوشتم دیگه، از اوپکس VIX تا 2-3 روز بعد اوپکس شاخصا. آره خب عالی. اینو چون خب؟ بچه‌ها می‌نویسن و اینا سر این میگم. ببخشید دکتر بفرمایید. اوکی. چون معمولا میگم یک سری حجم‌ها، یک سری قراردادات منقضی میشن، بعد باید یک سری حجم‌ها قراردادا برای مثلا ماه آینده، برای کوارتر آینده ساخته بشن. خب بعد این یک پنجره‌ای به وجود میاره دیگه، پنجره زمانی به وجود میاره. معمولا اگر مارکت بخواد یه حرکتی خاصی کنه، یه ریورسالی داشته باشه، یا مثلا حالا به سمت پایین یا به سمت بالا فرقی نداره، معمولا تو این پنجره زمانی اتفاق میفته. حالا روز جمعه دیدین مثلا، حالا من یک چیزی هم گیفی هم گذاشته بودم به ترتیب، مثلا داشتیم اوپن اینترستار میرفتیم جلو، مثلا از دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، این روز جمعه خیلی عجیب قرار داده، یعنی وحشتناک، حتی در سطح ریتیل به شدت
اوپن اینترست پوت وحشتناک بالا رفت. یعنی من آره اگه بیاریش ممنون میشم. تو عمومی گذاشتی یا نه تو الیت گذاشتی؟ اینو خاطرم نیست، توی الیت که گذاشته بودم قطعا. خب ببینید مثلا قبلا اینجوری نبود، الان تصویر من دیده میشه دیگه، درسته؟ بله. آره مثلا ببین اوپن خیلی خفن شد، عوض شد اصلا. آره این گاما اکسپوژرهای این گاما اکسپوژرهای کال، اوپن اینترست های کال خیلی غالب بود، خیلی غالب بود. این تموم سررسید. آره در عوض مثلا به سمت پوتا خیلی کمتر بود. خب بعد حالا از روز جمعه بیشترم در حد چیزا بود، یعنی در حد آپشن های یه روزه بود. خب یعنی آره مثلا برای همین داشتم، مثلا من یک مقدار اصرار داشتم مثلا 950 حالا 4 5 6 فکر میکنم حداقل 2-3 بار هم ما اومدیم بهش واکنش دادیم، یک حداقل 50-60 تا هندل ما رفتیم بالا مجددا. خب آره. این دلیلش به خاطر این بود که اکثر حجما روی آپشن‌های یه روزه بود. ولی خب رفته الان من داشتم نگاه می‌کردم، این الان اوپکس مارچه. خب این سومیه که الان دارم چیز می‌کنم، اوپکس مارچ. الان که دارم نگاه می‌کنم روندش رو نگاه کردم، دیدم کلا دارن مثلا حتی اوپن اینترست های کالشون هم میبندن و اینکه دارن مثلا چیزا تارگتاشون هم میارن پایین‌تر. اصلا HVL چقدر تغییر کرده دکتر؟ HVL چی شده مهندس؟ HVL خیلی پایین‌تر نیومده نسبت به مثلا الان 6000 مهندس. 6000. آره خب بسیار عالی. خب این تو این پنجره زمانی خوب پوزیشن ساختن. خب یعنی ولی خب ارزون هم حقیقتا نساختن. یعنی ببین مثلا تایمی که میتونستن هج بکنن مثلا VIX 15 بود. خیلی هج نکردن، مثلا یه روزه خیلی چیز گرون شد، قیمت قرارداد پوت برای S&P خیلی گرون شد. یعنی اکثرا دارن الانم خیلی گرون. اکثرا هجای گرونی انجام دادن حقیقتا. خب یعنی هج کردن هم خیلی چیزه، پروسه اصلا پیچیده‌ای هم هست، به این آسونی هم نیست که مثلا همینجوری یه VIX بخری. میتونم از شما بگیرم بعد از پایان آخرین جلسه نزدک برای ما بشکافی آپشنو که اصلا بچه‌ها برن تو بیت کوین و کریپتو هم آپشن بزنن، آپشنایی بزنن که حالت ترید نداشته باشه، اصلا استرادل، اصلا یه چیز درآمدزایی داشته باشه براشون. این قولو به من میدی؟ باشه دکتر. باشه که اگر عمری بود ما در خدمت. بعد میخواستم بگم، داشتم گفتم این هج ارزونی هم نکردن. خب یعنی معمولا هج میکنی که کمتر ضرر بکنی، حتی شاید ممکنه بیشتر هم ضرر بکنن خیلی، ولی حالا خوب پوزیشنینگ کردن برای این ریزش احتمالی. حالا چند تا مورد بود. خب حالا مثلا چه دلیلی داشت یهویی این شیفت شدنه، اصلا چه دلیلی داشت؟ بسیار عالی. من چیزی که حالا مثلا یک سری اندیکاتورهای بین بازاری نسبتا استفاده میکنم که خیلی کمک میکنه. یکیش همین نسبت SPYG به SPYV. حالا مثلا مهندس توی ورکشاپ دکس همینو بهمون گفتن. خب این ETF گروس یعنی سهامای رشدی. سهام رشدی چیه؟ سهاماییه که بالاتر از ارزش منصفانه‌شون ترید میشن. خب یعنی مثلا اگر ارزش یک سهمی $50 سهام رشدی سهامی که مثلا براش 60 70 80 دلار 100 دلار هم براش تقاضا هست. خب چون چرخه اقتصادی داره میبرتش بالا دیگه دکتر، درسته؟ رشد آره دیگه، یعنی مثلا خیلی به چیز فاکتور ولیو براش خیلی چیز نیست، بیشتر گروسیه، رشدیه. به روی چیز ETF SPYV ETF ولیو محورن، یعنی سهامایی هستند که کش فلوهای خوبی دارن، مارجینای خیلی خوبی دارن، والویشنای خیلی قوی دارن، ولی مثلا قیمتای پایینه، قیمت سهامشون پایینه، یعنی از لحاظ والویشن ارزش گذاری خیلی ارزندن ولی قیمتاشون پایینه. خب معمولا وقتی ما دیدگاه اینو داشته باشیم که قراره یه بومینگ توی اقتصاد اتفاق بیفته، یعنی ما رشد اقتصادی شاهدیم، خب نمیایم توی مثلا سهامای ولیو بگیریم، چون سهامای ولیو معمولا بتای پایینی دارن. خب یعنی
یعنی مثلا اگر S&P 10% رشد کنه، سهام‌های ولیو 2% رشد میکنن. اگر S&P 10% بریزه، سهام‌های ولیو هم 2% میریزن، نزدک یا مثلا بتای حتی بالاتری تا نمیریزن. داو جونز داره، درسته؟ نزدک خیلی بتای بالایی آفرین. داره. خب عرضم به خدمتت که جرمن بعد بتای مهندس پایین تری داره تا مثلا شاخص بورسی دوباره باز مثل S&P، یا نه نمیشه قابل قیاس جرمن که باید دکس در نمیدونم، بیاریمش. حالا اون بتا معمولا حالا سنجش بتا مال یک کشور حساب میشه بیشتر. یعنی مثلا من یعنی مثلا من بخوام بتای مثلا میگم داو جونز بتای پایینتری داره به نسبت مثلا نزدک. بله. S&P رو مثلا معیار دارم قرار میدم. چون حالا مثلا S&P میزنی اصلا دکتر، من نزدک میزنم. آره حالا من همیشه تو ریسک بیشتری هم تا شما. بله درست. حالا داشتم میگفتم مهندس، این SPYG به SPYV چیز خوبیه، یعنی نسبت خوبیه، به ما کمک میکنه که آقا سنتیمنت مارکت به سمت ریسک آفه یا به سمت ریسک آن. وقتی ریسک آف میشه، خب مردم میریزن تو این سهام‌های ولیو دیگه. سهام‌های ولیو چیه؟ سهام‌های مثل سهام‌های هلث کیر، یعنی همون بهداشت و درمانی و دارویی، سهام‌های مثل یوتیلیتی، زیر ساختی‌ها، مثلا سهام‌های زیر ساختی، برق و گاز و این موارد. یا مثلا یا مثلا کانسیومر استیپل ها، یعنی مصرفیایی که مردم مجبورن بخرن. خب یعنی مثلا مردم غذا مجبورن بخرن، مردم آب و غذا و اینجور موارد رو مجبورن بخرن. حتی آب و غذاشون هم معذرت بخوام شکر میونو کلامت، وقتی که میگم تو حتی آب و غذاشون هم تو غذاشون، حتی وقتی چرخه اقتصادی خیلی ضعیف باشه، ترجیحشون غذای منزل تا رستوران. یا حتی قهوهشون دکتر، یه شاخصی داریم به اسم استارباکس، یا مثلا شاخص شورت مردونه، اینا یکم مثلا خنده‌داره ولی خیلی درسته که میان میزان خرید اینا رو بررسی میکنن ببینن چقدر اوضاع چرخه مثلا هست. بازم پریدم واسه حرفت، بفرما. آره نه مهندس، حالا من در اون حد اقتصاددان نیستم ولی خب آره، اینا مثلا یک سری این سه تا مواردی که گفتم، یک سری سهام‌های دفاعی محسوب میشن، دفنسیو محسوب میشن. خب یعنی ما وقتی دیدگاه کاهش رشدی داریم، به جایی که مثلا بریم سهام تک بخریم، میایم مثلا این سهام‌های دفاعی رو میخریم. حالا یکی از این نسبتایی که ما میتونیم اینو باش بررسی کنیم SPYG روی SPYV. خب خیلی هم نسبت خوبیه. حالا این نسبت یک سقفی زده بود سال 2021، همون موقعی که S&P هم یک سقف همراهش زد. خیلی قشنگ استفادهش کردی، خیلی قشنگ استفادهش کردی. یعنی تحلیل تکنیکالش کردی و دیدی سقفش میتونه اینجا باشه که دوباره به سمت پایین بریم و دقیقاً هم همین اتفاق افتاد. یعنی اومدی بین بازاری تکنیکال تحلیل کردی. چون دوستان دیده بودن میگفتن خب که چی مثلا از این نسبت چه استفاده میشه کرد، گفتم مثلا تو این لایو یک مثالی زده باشیم از نحوه استفاده اینا. مثلا اینجا ما یک مقاومتی توش داشتیم، حالا میبینین دیگه به محضی که مثلا حالا رسیده، ما روز جمعه ریزش داشتیم، درسته؟ بله. اینو مثلا به ما این میداده بهمون از سه شنبه. آره این مثلا از سه شنبه به ما یه جورایی مثلا میشه گفت این سیگنال رو داد که داریم به سمت این سکتور روتیشنه، داریم به این سمت سکتور روتیشن میریم. خب حالا این هم براتون نوشتم دیگه، نوشتم با این حالا این چارت رو من ابتدای هفته گذاشته بودم که نشد لایومون کنسل شد. سه شنبه قرار بود لایو بریم که کنسل شد. ببخشید. بعد حالا بعد گفتم اینجا مثلا برگشت این نسبت برای نزدک و S&P منفیه، ولی خب اگه این سقف رو ما بشکنیم بریم بالا، برای نزدک و S&P خیلی مثبت. این یه نسبت بعدی که خیلی هم حالا بیشتر هم میشه، خیلی راحت‌تر و بهتر میشه استفاده کرد، سر راست‌تر هست، کانسیومر دیسکریشنری به کانسیومر استیپلز، یعنی موارد مصرفی که اختیاری هن. یعنی مثلا شما وقتی وضعتون خیلی خوب باشه میرین مثلا لپتاپتون عوض میکنین مثلا. به موارد مصرفیات ضروری مثلا همین سهامایی مثل والمارت و اینجور موارد، مثلا کوکاکولا و والمارت. کوکاکولا و والمارت دقیقاً تحلیل تکنیکال دیلیش کردی، شکست خط روند و چیزو گرفتی.
آره این هم مجددا ببین از خیلی وقت قبل، یعنی رسیده بود به یک سقف همون سال 2021. این زودتر از حتی SPY به ما مثلا این سیگنال رو داده بود. شما مثلا یه خط روند خیلی ساده براش میکشیدین، مثلا شکستش و ریزشش به نفع به چیزه، به ضرر به من بگیم به ضرر S&P و نزدک. آره از این نسبت ها گروس روی ولیو یا مثلا اینجا موارد هست. حالا مهندس لطف میکنن توی کارگاه بعدیشون نسبت ها رو به کار میبرن. دکتر از پشت صحنه به من میگن که ریتالین بخوره، نه وسط حرف دکتر نپر. نه مهندس میگن اینو به من حقیقت. بچه‌ها این نسبت هم بنویسید XLR به XLP. آره سکتورا رو هم ببینید مثلا مشخصه دیگه. مثلا حالا این مال امروز، الان مثلا هفتگی ببینید بعضی از این سکتورهای و چیزها، سکتورهای مثلا دفاعی تر عملکرد بهتری داشتن یا مثلا حتی کمتر ریختن. مثلا ببینید XLP فعلا امروز خنثاست صفره مثلا، ولی مثلا از اون بعد کانسیومر دیسکرشنری، من همیشه تو تلفظ این مشکل دارم، اینقدر 1% مثلا ریخته، 3% ریخته. بسیار عالی. عرضم به خدمتتون دکتر، خب این از منظر بین بازاری که فوق العاده. خب دلیل ماکرو میگم از منظر بین بازاری که فوق العاده چیز به قول گفتنی دیدیم که میشه به سمت ریسک آف رفت. دلیل ماکرو یا اکسترنال ریسکی هم میبینین؟ ببخشید دلیل ماکرو همین مهندس، یعنی دقیقاً الان این صحبت رو کردم برسم به این که آیا الان فقط ترس از کاهش رشد یا ما مثلا چیزی هم داریم مثلا خود کاهش رشد مثلا. خب آره یعنی نشانه‌ای هم داریم از این کاهش رشدیا، یعنی نشانه قوی داریم. ببینید توی سافت دیتا چیه؟ حالا اینم بگم سافت دیتای مثلا همین جدول آوردمش، دیتای نظرسنجی طور مثل مثلا ISM، مثل ISM و اینجور موارد بهش میگن سافت دیتا. خب نظرسنجی‌ها. یه سری هم دیتا داریم هارد دیتای رسمی دیگه، مثل NFP، مثل CPI، اینجور موارد. دیتای سافت دیتا دارن یک کم کاهش رشد رو نشون میدن. خب بله، ولی خب ما میتونیم مثلا این بحث رو داشته باشیم که توی این پنجرهایی که یهویی مثلا یک سری اتفاقات چیزا زیاد میشه، سافت دیتا معمولا خطاشون میره بالا. فعلا توی هارد دیتا خیلی کاهش رشدی آنچنانی ندیدیم حقیقتا، به جز حالا یه ریتیل سیلز بد داشتیم که حالا اون ریتیل سیلز میشه گفتش که مثلا چون دسامبر به شدت ریتیل سیلز خوب بود، این ژانویه مثلا به خاطر اون عملکرد ضعیف‌تر بود دیگه. حالا ابتدای سال هم هست، ولی خب فعلا هارد دیتایی از کاهش رشد نداریم. خب دکتر من معذرت میخوام. نه بفرمایید، صحبتتون تموم شد بعد میگم. نه مهندس بفرمایید جان. نه صحبت تمام کن، چون یه چیزی رو میخوام شیر کنم بعد دوباره خودت صحبت بکنی. چیه مهندس؟ روش یک تریدر آمریکاییه خب به اسم نیک که کلا میاد همین اسکور بندی میکنه دیگه، کارش اسکوره. خب کلا هم سافت دیتا هم هارد دیتا رو میاد بهش نمره میده، بر اساس اون SPX و نزدک و راسل و داو جونز رو معامله میکنه. خب مثلا میگم مثلا اگر شد مثبت 7 و 8 تو دیلی ها اینو میخره، وقتی که مثلا میشه مثبت 5 میگه نچرال خنثی دیگه نمیخره. که بعد از صحبت تو میخواستم بهش برسم که ببینم اینو چقدر قبول داری. حالا همین فاینانشیال کاندیشن رو بریم که دارید نشون میدیم. الان داشتم میگفتم اگر واقعا ما کاهش رشد داشتیم، خب دوستان، یکی از قسمت‌های اقتصاد که اولین واکنش رو نشون میده و شدیدترین واکنش رو میشه، قسمت از اقتصادی که ضعیف‌تر از بقیه است. درسته؟ بله. یعنی مثلا اگر واقعا اقتصاد در حال تضعیف باشه، به جایی که مثلا بانک ملت که مثلا حالا یه بانک بزرگی واکنش نشون بده، زودتر از اون مثلا بانک سرکوچه‌تون حالا یک مؤسسه اعتباری هست، اون مثلا سریعتر واکنش نشون میده. درسته؟ حالا ما یه اسپردی داریم، اسپرد های جانک باند، خب به نسبت اسپرد چیز دیگه، به نسبت اوراق قرضه دولتی. خب نمادش همین نماد BAMHL
فلانه دکتر که بهشون حالا دادم به من بچه‌ها تو ورکشاپ. آره. آره این ببینید ما تو این ببینیم تو این دقت کنیم به شدت ما در لول های پایینی، یعنی من هر چقدر اینو بیارم عقب‌تر شما میبینید که ما مثلا نهایت فکر کنم سال 2008 بوده کی بوده ما به این لول بودیم که بعدش هم حالا اون اتفاق چیز افتاد دیگه، رکود اقتصادی و اینجور موارد افتاد. فعلا واقعا استرسی ما تو این اسپردای اعتباری نمیبینیم. یعنی ببینید اگر واقعا ما کاهش رشد اقتصادی یا مثلا اقتصاد حالا خیلی به صورت کلی سراسری بد بود، یکی از قسمتایی که حالا ضربه میخورد اولین جا همین های اسپردای جانک باندا، یعنی همون دولت‌های ضعیف‌تر و دولت‌های چیزتر بوده. حالا میتونین با این اسپرد ببینین یک HYG هم داریم، بسیار عالی. ETF. آره ETF هست از همین اسپردهای اعتباری آشغال، یعنی همین شرکت‌های ضعیف‌تر جانک باند. آره. ببینید HYG ببینید کجاست. عملاً توی سقف نه توی سقف شما هندس. عملاً یکم خود اوراقشه بازداشت نیست، ببخشید معذرت میخوام. این قیمته، این ETF. آره عملاً این ریزشی نداشته. خب یعنی اگر واقعا استرس اعتباری وجود داشتیم توی چیز، این قسمت باید به من این آلارمو میداد، ولی فعلا نداده. برای همین دارم میگم شاید الان ترس از کاهش رشد داریم، نه کاهش رشد. خب آره بعد حتی مثلا برخی‌ها دارن استگفلیشن رو چیز میکنن، آره میگن مثلا بود تورمی. خب یک مقدارم درست میگن. ببینید مثلا من اسپرد چیز رو بیارم، اندازه بلومبرگ دیتا داریم. این سواب چیزه، من سواب تورمی 1 ساله است. بله. ببینید مثلا سواب تورمی 1 ساله داره هی رشد میکنه به سمت بالاست. خب از طرفی همراه این سواب بازدهی اوراق 10 ساله رشد نکرده. این یک سیگنال مهمیه که مارکت یک کم هم داره میره به سمت این رکود تورمیه. رکود تورمی خب قاعدتاً برای چیز بده دیگه. یعنی من اوراق قرضه از فاکتورایی که باعث رشد میشه، یکی پیش بینی خوب برای رشد اقتصادیه، یکی تورم. حالا تورمم رفته بالا ولی من دیگه رشد نمی‌کنم، احتمالاً دارم اون چیزایی که برای رشد اقتصادی رشد کردم و پس میدم. آره احتمالاً الان داره یکم کاهش رشد رو داره پرایس میکنه، سریع هم داره پرایس میکنه حقیقتا نسبتا. ما توی آخرین وبینارمون گفتیم اگر بخوایم یک دارایی مثلا ضد رشدی بگیریم اوراق جای بدی نیست. از اون موقع تا حالا 5% اوراق 10 سال ریخته. اوراق 10 ساله دارایی نیست که این چنین ولاتیلیتی داشته باشه مهندس. برای همین دارم میگم آره یکم فعلا شاید ترس از کاهش رشد به جای رشد. حالا ترس از کجا میاد؟ از مثلا همین طرف‌های آقای ترامپ. یعنی اگر شاید بس یکی طرف‌های آقای ترامپ، دو این کاهش هزینه‌های دوج ایلان ماسک، آقای ایلان ماسک، کاهش هزینه‌های ایلان ماسک خب یک بخشی از جی دی پی، بخش نسبتا خوبی از جی دی پی آمریکا مال همین هزینه کردهای دولت بود دیگه. حالا مثلا اگر هزینه کردهای دولت کم بشن یک مقدار جی دی پی هم یک مقدار که نه، ولی خب حالا جی دی پی هم همراهش باش کم میشه دیگه، کاهش پیدا میکنه. بله. روی رشد اقتصادی تاثیر میذاره ولی در بلند مدت شاید مفید باشه که 100% مفیده. کاهش هزینه کرده دولت 100% برای مردم مفیده. یعنی اصلا تو این قضیه شکی نیست. ولی در کوتاه مدت به خاطر اون نرخ تغییراتش و اون اثراتش در کوتاه مدت روی رشد اقتصادی تاثیر منفی داره. آقا در کوتاه مدت عذر میخوام ازت، همین الان شعر رو دوباره میدم به خودت. در کوتاه مدت نقدینگی هم کم میکنه دیگه. درست میگم؟ این نقدینگی چه چیزی؟ همین کاهش هزینه دولت. بالانس شیت منهای ترژری جنرال اکانت منهای ریورس ریپو، ما یه همچین چیزی داشتیم توی دیلی. آره مهندس. بریم سراغ شما مهندس. ببخش من شعر رو قطع کردم، فکر کردم نقدینگیمون هم یه مقدار کم شد. نقدینگی کلی کم میشه بچه‌ها، انتظار داشته باشید که نقدینگی کریپتو هم کم بشه. مثلا قابل قیاس نیست. مثلا
اون 1 تریلیون اصلا یه چیز دیگه است. میدونی چی دارم بهتون میگم؟ بعد مهندس این جان. یک سری اگر خاطرتون باشه جلسه قبلی فد ما قبلش یک وبیناری داشتیم، گفتم احتمال داره یکی از مواردی که راجبش صحبت شه بحث پایان دادن به کیوتیه. ولی خب مثلا اومدیم توی کنفرانس، از آقای پاول سوال شد، آقای پاول یه متن رو از رو خوند که مثلا قرار نیست فعلا کیوتی مثلا ادامه، ولی خب توی فد مینتسی که مثلا 2 هفته بعدش منتشر شد، فکر می‌کنم هفته پیش بود، دقیقاً اعضا در این مورد بحث کرده بودن که مثلا کی کیوتی رو پایان بدیم و کی مثلا بالانس شیتمون رو دیگه ثابت نگه داریم و یا مثلا چه اقداماتی روی ساختار پورتفولیومون انجام بدیم، مثلا چه اوراقی نگه داریم، چه سررسیدایی نگه داریم و اینها. روش یه سری بحثایی شد، جالب بود. حالا اونو من هفته بعدی چیز صحبت میکنم که حالا مثلا این هفته زیاد چیز نشه، زیادی گویی نشه. اینم موضوع جالبیه که مثلا اگر فد یک سری کارا رو روی پورتفوی خودش انجام بده میتونه باعث انقباض مارکت بشه. اینو من هفته آینده به صورت خیلی کاملتر جامع‌تری انشالله خدمتتون میگم. مهندس دکتر میگه میخوایم به چیزهای دیگه برسیم، داره کوتاهش میکنه، نگران نباش. آره دکتر بچه‌ها میگن پشت صحنه که مثل اگه میشه کانال MACM اصلا به دکتر بسپر، خودت برو. نه بابا میگن دیگه آقا اینجا پی ام میدن، من که نشون بدم. من درس میدم خدمت مهندس، اذیتمون نکنید. خب دکتر حالا با همه این تفاصیل ببین من الان دیگه واقعا یه مقداری واقعا 50-50 که اگر به حالا یه قیمت‌های خوبی رسیدیم خرید سوینگ داشته باشم، واقعا 50-50، یا اصلا ممکن است خرید سوینگ نداشته باشه، یعنی شاید فقط راسل، اونم توی قیمت عجیب غریبی. حالا با همه این تفاصیلی که بررسی کردیم نظرت چیه؟ چقدر دیگه میتونیم بریم پایین؟ اصلا چقدر بریم پایین میتونیم یکم بخریم؟ اینا رو می‌خواستم من این چارت رو دیدم، حیفم اومد حقیقتا نگم. این مال چیزه، مال نوت نومو، مال بانک منه. این کلا کیفیتش پایینه. آره اون مقاله مال بانک نوموراست. یک تحلیلگری دارن، چارلی مکلیوت، یعنی مثلا فکر کنم 4 سال پیش چارلی مکلیوت، فکر کنم حدوداً 4 سال پیش من یک پادکست مثلا مصاحبه‌ای بود توی مایکرو وایس آورده بودنش، من از اونجا مثلا چیز شد دیگه، شروع علاقم به این ولاتیلیتی و آپشن اینا موارد شد. خیلی همیشه دنبال میکنم این چیزشونو، تو الیتمون هم هست نیوزلترشو. آره این چارلی مکلیوت. حالا برای این هفته خیلی جالب بود، گذاشته بود ببینین قرمزا آپشنای یه روز است. ببین چه حجمی مثلا آپشنای مثلا کاملا غالب‌تر نسبت به آپشن‌های هفتگی و ماهانه، حتی به نسبت آپشن‌های مثلا طولانی‌تر. این برام جالب بود. مورد دوم همین چیز بود مهندس، همین خریدن شدید پوت روی حالا هم نزدک هم S&P، یعنی عملاً توی پرسنتایل‌های بالاشه، یعنی گرونترین حالت‌های ممکنشه الان قرارداد توی پوتا دیگه گرونترین حالت‌های ممکنه پوتو توی نزدک و S&P دارن میخرن. آره خریدن، یعنی گرونم خریدن. ببین یعنی مثلا حتی توی زیرو دی تی ای توی آپشن‌های یه روزه ما پرسنتایل 100 هم بودیم، یعنی مثلا گرونترین حالت از سال پایینه ها، از ما نیست. آره این کیفیت چیزش پایین بود حقیقتا. آره خب بعد دکتر شما هم ترسیدی؟ اینم مثلا حالا اگه فلو هم بررسی بکنیم، فلو ریتیلا دارن میخرن حقیقتا، یعنی خب مال بانک آمریکا. خب اوکی. پرایوت کلاینت ها مثلا معمولا ریتیلاشونه نوشته مثلا پوزیتیو بوده توی هفته پیش، ولی مؤسسات و هج فاندا هر جفت با هم منفی بودن. آره یعنی 6 هفته است مؤسسات دارن چیز میکنن، سیو سود میکنن و خارج میشن از سهام. هج فاندام 10 هفته است دارن این کار رو انجام میدن. آقای وارن بافت هم که زودتر از همه
قربونش برم رو کش نشسته مدت هاست. آره آقای وارن بافت هم کلا چیز کرد دیگه، تو این سالنامه‌اش که بود اومد یکم از خجالت همه در اومد، گفت برای من مثلا مقاله زدن که مثلا من دارم بر علیه مارکت شرط بندی میکنم یا مثلا تایمینگ و ایناست. گفت من اصلا تایمینگ خوبی ندارم، یعنی نمیدونم مارکت قرار بریزه قرار بره بالا و اینها. هیچ وقتم روی مثلا سهام آمریکا من شرط بندی چیز نمیکنم، کاهشی ریزشی. همچنان من بخش زیادی از داراییم روی مثلا سهامه و خب چیزم هست دیگه، اگه بیاد پایین بازم میخرم. ولی خب چون داره بازنشستم میشه، میخواد مثلا به نفر بعدی بده، حالا اسمش یادم رفته، شاید بخواد 100%. اونجا میده من جارو میکنم اونجا رو کف دفترش. خب آره شاید به خاطر اون داره یک مقدار حالا مثلا میخواد دست اون رو باز بذاره. ولی خب این هم هست دیگه، بیشترین نسبت وارن بافت 2 ساله داره میفروشه. آقای علیرضا رحیم. حالا من نمیدونم ایشون دیتا رو از کجا آوردن، چی شده مهندس؟ من نفهمیدم. آقای علیرضا رحیم گفته وارن بافت 2 ساله داره میفروشه چی رو؟ حداقل asset رو به ما بگو. سهاماش، شاید سهامای منظورش سهامای دارایی‌اش که داره رو میکنه. آره نه شورت سل نمیکنه آقای وارن بافت. یعنی مثلا ببین شما روی چیزی منفی باشی میری شورت سل انجام میدی، خب یعنی میری میفروشیش عملا. بله. ولی خب آقای وارن بافت مثلا داره سهامایی که داره رو میفروشه، حالا فرق داره. پوزیشن آنوایدینگ فرق داره با اینکه شورت سل کنی. حالا منظور علیرضا رو واقعا دیگه خودش باید بهمون بگه. خب حالا روی S&P بریم مهندس یک نگاهی داشته باشیم. بله. حالا آپشناش رو ببینید. خب اصلا به صورت واضحی ما با این که اصلا چیز نیست، انویدیاست مهندس. من یک مقدار ببین اصلا الان به صورت واضحی ما تقریبا بالای 6000 یا حتی بالای 5900 خیلی چیز پایینی داریم، خیلی مقاومت پایینی داریم. خب یعنی اصلا ببین اصلا ما اوپن اینترست کال برای امروز یا برای دوشنبه هفته آینده برای امروز که اصلا نداشتیم آنچنان. خب یعنی به صورت نت ها، یعنی حالا نه اینکه بگیم هیچی نداریم، نه، به صورت نت، یعنی از هم دیگه کم بشن کال و پوت ها. به صورت نت ما خیلی کم داریم، یعنی اوپن اینترست برای خرید. برای دوشنبه هفته آینده که این یکیه همچنین. ولی خب بخوام مثلا چند تا لول خوب بگم برای مثلا حمایت، یکیش اولا همین 5850 است که بهش حالا خورده و فعلا توی پری مارکت یه رشدی هم داشتیم، یه رشد 20 هندلی ازش داشتیم. اونجا مشخصه دیگه 5850 رو داشتیم. دکتر من اگه ازت بخوام به جای حمایت بمون یه جای خوب بگی برای فروش چی میگی؟ برای فروش احتمالاً مثلا همین 6000. ولی خب ببین مثلا ببین رژیم گامای منفی به تو به ما لول بابت فروش نمیده. باریکلا، چون خیلی ریزش سریع‌تره تا اینکه بیشتر لول گاما منفی. توی لول گاما منفی با شما همجهت مارکت ترید بکنی. خب یعنی بهتر اینه که مثلا وایسیم توی 6000 واکنش مارکت رو نگاه کنیم. اگر دیدیم مارکت مثلا حالا یک تریگر تکنیکالی به ما داد، میتونیم همجهت مارکت بفروشیم. یعنی نوع تریدش گامای منفی با گامای مثبت یک مقدار با هم دیگه فرق داره. یعنی حتی فیبو هم برامون نمیندازی که مثلا بگیم یه ریتریسمنت خوب بهمون بده؟ حالا 6000 میدونی دکتر، من میگم اگه 5874 بیاد تا 6000 من یه مقدار دست دلم میلرزه که مثلا دوباره بخوام وارد فروش بشم. آره من حقیقتا حالا بچه‌ها بخوان بفروشن روش‌های تکنیکال خودشون شاید بهتر باشه نسبت من حقیقتا. آره بچه‌ها باید برای من کلاس بذارن تکنیکال رو، جدی دارم میگم. آره ولی خب چند تا لول مهم داریم دیگه. خب یعنی ببین برای مثلا امروز همین 5850 بره، یعنی مثلا حالا 50 شاید برخیا بگن این 50 تا داره جدا میشه. خب همینجوریه دیگه واقعا.
یعنی شما شاید بتونید خودتون هم اینجوری 50 تا 50 تا جدا کنین، اگه میتونید ازش استفاده بکنین که نوش جونتون. بعد این آره، بعدش هم 5800. این 5700 برای مارچ مهمترین لول ماست مهندس، یعنی برای انتهای کوارتر. ولی خب اگر فعلا به نظرم بتونیم بریم بالای 5900 ببندیم، میتونیم بعدش 5950 و بالای 6000 عملا قراردادی هم نداریم دیگه، یعنی ممکنه مجددا مارکت بره توی ریسکان. دکتر من نمیدونم ولی من دیگه سوینگ نمیخرم، یعنی مثلا کفم نه مهندس اصلا سوینگ نیست، اصلا تو رژیم سوینگی نیستیم حقیقتا، یعنی خیلی آره، یعنی گفتم دیگه، حالا مثلا توی اون آپشن فلو هم گفتم، یعنی این بیشتر آپشن داریم وی آی ایکس آپدیت روزانه دو روز. آره این وی آی ایکس، این هم وی آی ایکس، یعنی الان فعلا همین 20 از همه مهمتره. حالا ببینیم زیرش بالاش میتونم وایسیم یا ببندیم این هفته رو یا نه. بعدش 23 و 25 فکر میکنم 23 آره. 25 بشیم. 23 احتمالاً یه واکنشی خواهیم داشت، حالا ببینیم دیگه اونجا چی میشه. ولی خب این لول هم که مثلا من الان 1-2 ماه مثلا این لول ها رو همچنان نگه داشتم، ببینید الان خیلی میکنم بس طرفتون آقای تست کانال MACM متعلق به آقای احمدیه. نه من کانال تلگرامی جدا هم دارن ولی ما با هم دیگه داریم کار میکنیم. نه من تو MACM کانالشونه. آره این مثلا این لول هم داشتیم، ببینید خوبی واکنش داده. حالا یه میانگین 10 هم روش بندازیم، به میانگین 10 هم خوب واکنش میده. ولی خب ببینیم حالا مثلا تو پی مارکت هم که همچنان ولاتیلیتی بالاست، دکتر ببینیم حالا مثلا به 23 میرسیم. اصلا میگم مصباح برو بیرون. نه مهندس به خدا دارن میگن مصباح بده برو. کانال MACM رو دادی بده خودت برو. من یه هفته یه بار در خدمت این حرف دلمه. مردم ایران هر چقدر زرد صحبت بکنی خیلی بیشتر به سمتت بیان تا تخصصی. خب اصلا کاملا اینجوریه و واقعا اگه همینا رو دکتر انگلیسی میگفت که قطعا میخوایم این کارش بکنیم، نمیدونید چقدر خواستار بیشتر داره تا اینکه مردم ایران میاد توی همین، یعنی دقیقاً میاد تو همین وبینار میبینه آقا یعنی چی میگن اصلا فلان، آقا برسه به سقف میفروشن فلان، در صورتی که مثلا اون خارجی زحمت رو میفهمه، مثلا آقا میفهمه چه عرضم به خدمتتون که چه مطلبی داره گفته میشه. برای ازتون میخوام بچه‌ها شما مثل اونا نباشید. حقیقت ماجرا یعنی اصلا ما کاری هم به کسی نداریم، ما بخواد گوش کنه، نخواد گوش کنم گوش نمیکنه. اینو گفتم که در نظر داشته باشید. به نظر من MACM خیلی قوی میشه با دکتر احمدی، همین الان هم شده. خب عرضم به خدمتتون که بعد از اینکه با دکتر بحث آپشن رو انداختیم، احتمالا اگر خدا بخواد بتونیم قسمت آپشن کریپتو درآمدزاییش رو راه بندازیم، چون نداریم دیگه غیر از کریپتو آپشن متاسفانه. حالا یه زهرم هم داریم ولی نمیخوایم وارد بورس ایران شیم. حالا شاید هم شدیم ولی فعلا نشیم. مهندس میگن هر گلی یک بویی دارد. بله خب مهندس ما همه شاگرد شما ایمان. نه بابا نگیدیم. آقا عرضم به خدمت شما قربانای من داری برامون میاری و خبرهای بدی داری برامون تو این به قول گفتن چیزی که نه اتفاقا میخواستم بگم این مثلا قربانه من اگر برسه به 28 شاید وی ایکس هم برسه به 23 یک جای خوبی باشه مثلا برای خرید نوسانگیری. همینو میخوام دیگه. اون خریدی که میکنیم و نمیتونیم حتی وایسیم تا ریویزیت سقف، درسته دیگه های حالت نوسانی، یعنی مثلا نه من اصلا با این حالت ترامپ که یه روز میاد میگه طرف کنسل، یه روز میاد میگه طرف از 2 آپریل اجرا میشه، یه روز میاد میگه اونجوری که کسی واقعا چیز نمیکنه. واقعا هم که زنده موندیم و یه سود کوچولویی تونستیم بگیریم. ولی در کل سنتیمنت منفی داریم. حالا معمولا حالا ببینیم مثلا یه استراتژی به شما 8 بار جواب میده، 3 بار هم مثلا شما چیز میکنه به شما جواب نمیده. معمولا این حالتی که انقدر همه منفی ان وی ایکس بالاست، شاخصهای ولاتیلیتی بالاست،
جای خوبیه که مثلا مارکت یک اصلاح اسکویزی سودی بده. میده. آره اسکویزی میده به سمت مثلا رشد. معمولا اینجوریه، مثلا من 10 بار مثلا اگه امتحانش کنی 6 بار 7 بار به شما اینجوری میکنه، 3 بار هم مثلا فیل اون استراتژیه. این از این نظر. دکتر پی سی و ولی بچه‌ها خب میگن پی سی داره منتشر میشه 3 دقیقه دیگه. آره مهندس پیسی حالا میگن من ببینیم فکر نمی کنم، حالا باز بستگی به دیتا داره. آره جا داره برای ریزش میخوای بیشتر. شیر کن من دکتر ببینم پیسی چطوره. آره دمت گرم، دستت در نکنه. عرضم به خدمتت که بله بچه ها، کریپتو هم جزء دارایی‌های ریسکیه و میفروشنش تو اینجور مواقع. حواستون باشه اگه بخواین خرید انجام بدین اجازه بدید اول شاخص‌های بورسی آمریکا یک کف نسبی بزنن. کوروان ام چیه استاد؟ لطفا راجعش صحبت کنید. ببخشید چون خیلی میره بالا. دکتر میخوای صحبت کن چون من پی دی افش هم دارم بهشون مهندس بدم. خودت ببین مهندس بی زحمت. آره یعنی نوشتیمش برات هست، ولی باز دکتر با صدای شما یه چیز دیگه است. ببین اینه سنجش ولاتیلیتی شاخص اسپیکس با ولاتیلیتی 50 تا سهم بزرگ اول. این وقتی شاخص میره پایین روند نزولی میشه به نفع رشد سهامه، وقتی رشد کنه روند صعودیش به ضرر شاخصه. مثل وی آی ایکس، از سقف و کفش میتونی استفاده بکنی برای حالا سقف و کف گرفتن. یکی از شاخصهای ولاتیلیتیه دیگه. تموم شد اون زمانه که حالا از وی آی ایکس استفاده میکنیم. البته وی آی ایکس هم خودش خوبه و اینها. باز دکتر اگر کانسپت بهتری واسه کوروان ام داری به امین بگید، اگرم نداریم که عرضم به خدمتتون که بریم روی ماجرای دیگه. قطعا دارید مطمئنم که. خب آقا من نمیخرم، من که اصلا به هیچ عنوان خریدار نیستم، اصلا من فروشندم. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ من عاشق آره اینم که مهندس اصلا بیاد موافقم. سمت جکس وان، اصلا بیاد 21000. یعنی واقعا دوست دارم این اتفاق بیفته. از طرفی دیگه هم همون وی آی ایکس رو که نشون دادی، عرضم به خدمتتون که لولایی که من دارم میبینم بله 23 خیلی به قول گفتنی اوکیه. آره مهندس من با استراتژی مهندس موافقم فروش توی مقاومت ها، چون این روتیشنر رو دارم میبینم که از تک میان بیرون و دارن میرن سمت اسست های دفاعی تر. حالا پی سی هم منتشر شد مهندس. منتشر شد چقدر بود؟ بایسته ما بریم روی مثلا یه نمادی مثل نزدک. بذار ببینم این بر شاید زودتر هم واسه آورده باشه. میکس منتشر شد حالا از لحاظ اسپندینگ و آره این. میکس دکتر. اگه صفحه من شیره ولی خب اینفلیشنی تورمیش نرم منتشر شده. از لحاظ اینکه مردم دارن کمتر خرج میکنن، اسپندینگ خرج کردشون خب ضعیف بود، یه کم پیش بینی میشد به خاطر ریتیل سیلز ضعیف. این کامه خیلی بالا بود، این پیش بینی نمیشد. بسیار عالی. در حد ولی خب دیتایی به میبینی سمت که جو نرم‌تر عوض بودن. کنه؟ جان در حد دیتایی میبینیش که جو عوض کنه؟ نه کاملا مشابه پیش بینی ها بود. یعنی آره. خیلی میگم پی سی دیتایی نیست که چیز کنه، چون عملا با پی پی آی و سی پی آی میشه حسابش کرد. تا روزی هم که منتشر میشه اکثرنش پرایس میشه تو مارکت. اینو من همیشه گفتم. حالا خب امیدوارم پس یه ولی خب بالا فعلا بخورده. آره واکنش مارکت فعلا مثبت بوده مهندس. آره S&P خدا رو رشد 100,000 داره. مرتبه شکر. میدونی که چه بابتی میگم که بیایم بالا، بعد حالا اگه تونستیم یه سری اقدام بکنیم. خب خیلی جامع بود، اوکی بود. پس هیچ کدوم خریدار نیستیم فعلا. عرضم به خدمتتون بچه ها هولدر بیت کوین ممکنه باشن. بیت هم که دیگه اوضاعش مشخصه، ریخته دوباره یه واکنششون داده. فکر میکنم دیگه
78,000. یه جا داشتم میخوندم یه مبلغ عجیب غریبی اینا لیکوید شده بودن تو بازار فیوچر. زیاد لیکوید. آره چقدر جون میداد دکتر برای پوت و یه پوت خوشگل میگرفتیم همین جایی که سقف SPYG و عرضم به خدمتت SPYB بود. هر پرمیومی فکر کنم با اتریوم میتونستیم بگیریم، پرمیومش هم کم بود. عرضم به خدمتتون که ETH هم که اصلا یعنی اتریوم هم بعضش خرابتر از بیت کوینه. بیت کوین خب پرمیوممون بالاه دکتر، نمیتونیم بگیریم. خب میتونیم بگیریم، ما $3,000 با این پرمیوم یه مقداری منو شاید اذیت بکنه، ولی اتریوم راحت میتونستیم بگیریم، اصلا موضوعش جالب نیستش. خب یه پوت خوشگل میتونستیم از اول فوریه داشته باشیم. واقعا نامردیه دکتر. ما و مثلا ما و تمام دنیا فرقمون چیه؟ ما اینه که مثلا اگه بریم نزدک رو بخریم، بریم تو سود بیاد تا اینجا مثلا 2000 پیپ تو سود باشیم، دست و پامون باید بلرزه. اون آمریکایی میره آقا یه پوت میگیره 2-3% بیشتر هم ضرر نمیکنه، قشنگ میاد سودشو تضمین میکنه و میشینه خونه چایی که ندارم اونجا، میشینه خونه ویسکیشو میخوره. این چی دارم بهت میگم؟ و این حالا این کاری که من و آقای دکتر میخوایم بکنیم و نمیگم به خاطر اینکه شاید مثلا عملی بشه شاید نشه، ولی یه کارهایی داریم میکنیم با ریاضیات و کارلیشن و اینها که بتونیم یک چیزی پیدا بکنیم، یه بیمه‌ای بتونیم تقریبا برای خودمون پیدا کنیم. فعلا تو مرحله تستشیم، ان شاءالله که در بیاد حتما به همتون میگیم. آره پلتفرم‌های غیر متمرکز هست، صرافی فکر کنم لایرا و اسمشو یادم رفت. آره با حجمای زیر 1 قرارداد هم میشه خرید، دقیقاً همین. میدونیم کارلیشن دارن با سهام، خب ولی اجازه بدید فوروارد تست من آقای دکتر تموم بشه که ببینیم. الان که دیگه نزدک رو برادر نمیشه خرید، نگهش داریم بعد بریم مثلا از یه پوتی بگیریم تو اتریوم و اینها، چون حجماشون رو میخوایم با هم دیگه بسنجیم. نمیدونم عرضم به خدمتتون که کارلیشنشون مثلا در طول 1 ماه چقدر ممکنه تغییر بکنه، فاند آنچین چقدر میتونه رو کلان تاثیر بذاره، مثلا رو بیت و اتریوم اگر بگیم همبستگی دارن با نزدک و S&P، این فاند آنچینه چقدر میتونه ما رو اذیت کنه به خاطر اینکه هم روند با هم دیگه نباشن. سر این داریم بحث میکنیم. خب دکتر ما که فروشنده نیستم به هیچ عنوان، بره بالا میفروشم اگه جای خوبی باشه، تو همین NDX هم هست. من حقیقتش اینجا رو مد نظر دارم، عمرن بیاد 2900 چیزی که من دارم میبینم. دکتر بریم سراغ طلا. من پرسیده بودن راجع به طلا. من طلا من خودت نظر خاصی ندارم. ببین طلا اولا که حالا دکتر این کانسپت من اگر که دوست داری ببین یه مقداری حالا همه این رومه رو شنیدید که دارن صحبت مذاکرات میکنن دیگه، عرضم به خدمتتون که صلح روسیه و اوکراین و حالا اینکه انجام بشه اینا واقعا یه مقداری طول میکشه. سر این یه مقداری طلا نزولی شده. بعد جالب اینه که US10Y هم نزولیه، DXY هم یه مقداری نزول کرده. حالا از این بحثه که دکتر اینا تو پورتفوی بتاشون طلا دارن دیگه، درسته؟ امکان داره برای اینکه لیکویدی کلا ریسک لیکویدیتیشون رو بتونن میتیگیت بکنن یک مقداری از سهامشون رو بفروشن؟ تا برام توضیح میدی من GLD رو بیارم. سهامو بفروشن؟ نه طلا رو بفروشن برای اینکه ریسک لیکویدیتی های سهامشون رو کم کنن. نمیدونم حقیقتا مهندس، حقیقتا فکر نمی کنم خیلی طلا هولدر باشن. حتی سر البته آمریکایی ها منظورمه ها، نه کشورهای دیگه. یعنی مثلا یک نظرسنجی که شده بود کمتر از 1% به صورت کلی، خب یعنی به صورت کلی همه مؤسسات و حالا صندوق ها و اینا رو در نظر گرفته بودن، میگفتن مثلا کمتر از 1-2% طلا توی پورتفوشون دارن. حالا نمیدونم این میدونی دکتر ما همیشه داریم تو کرشا، ما همیشه تو کرشای سهام ریزش طلا رو داریم. خب یه همچین کانسپتی حالا من از ونتر شنیدم. خب این کانسپت ونتره
یعنی اینجوری برای خودش گفته که آقا اینا برای ریسک لیکویدیتیشون یه همچین کاری میکنن که حالا شاید مهندس طلا خب دارایی یک مقدار چیز هم هست دیگه، مثلا بابت تورم و تورم پولی میخرنش بیشتر. ببین خب اینجا اگر وقتی سهام میریزه مهندس معمولا توی کاهش رشد اقتصادی سهام میریزه دیگه، یعنی ترس از کاهش رشد اقتصادی. معمولا تو این حالت از روی طلا شیفت میکنن روی اوراق. یک مقدار شاید این قضیه چیزش کنم توجیهش بکنم. خب اگر شیفت میکردن از طلا نظر شخصیه. آره خیلی خب اگه شیفت بکنن که باید اوراق بازدهی بره بالا اگر اینجوری باشه. نه اوراقو بخرن، اوراقو میخرن، بازدهی بیاد پایین. ببین مثلا الان من کانسپتم اینه که کاهش رشد اقتصادی داریم و کاهش رشد اقتصادی هم معمولا همراه دیگه با کاهش تورم. خب من یه کانسپتم متاسفانه برام با شما مخالفت شد، اون که اینکه کانسپت برای طلا من بیشتر هج رشد میبینمش. خب و اینکه ببین مهندس البته این قیمتی که ریخته معنیش این مخالفت نشد مهندس، یعنی قشنگ دقت کن. ببین مثلا دارم میگم طلا رو معمولا حالا از قدیم برای چی می‌خریدن؟ برای هج رشد، نه برای هج تورم. خصوصا تورم از نوع تورم پولی، تورمی که دولت‌ها میان پول چاپ میکنن. خب بله. ولی وقتی ما کاهش رشد اقتصادی داریم، چون همراه معمولاً به صورت تاریخی همراه با کاهش رشد اقتصادی کاهش تورم هم داشتیم، این شیفتی که میشه پول، شیفت پولی که میشه از سمت طلا به سمت اوراق، اوراق رو میخرن، طلا رو نمیخرن. این شاید این مکانیزم مثلا توجیهش بکنه. آقا جای بدی هم نبود برای سیو سود مثل این که آره از لحاظ آپشنی من آپشنی دارم میبینم. بعد دکتر زیر HVL هم هستیم. توی لایوی که با آقای لرستانی هم داشتیم این لول 2950 بحث شد دیگه. حالا برای ایشون چیز بود، یک پیوت پوینت بود مثلا برای ما آپشنش قوی بود. 1.68 فیبوناچی بود و آپشن بود، یعنی یه لول خوبی بود دیگه. 264 عذرخواهی میکنم بچه‌ها. پس از این لحاظ آخه یه جایی میگن طلا هج رشد اقتصادیه، یه جا میگن واقعا هج تورمه. جفتش هم به نظر هج رشد اقتصادی مهندس وقتی رشد اقتصادی داشته باشی سهام بهت بازدهی بهتری میده. نه دیگه هج رشد اقتصادی منظورم که رشد اقتصادی نداری. آها رشد اقتصادی نداری؟ آره. خب معمولا تو این رشد اقتصادی نداشته باشی میرن اوراق میخرن مهندس. یعنی نظر تو طلا نیست؟ یعنی به نظر طلا نمیخرن؟ با بیشتر بانک مرکزی‌ها طلا رو دو حالت میخرن. خب یکی عدم قطعیتایی مثل همین ژئوپلیتیکه، خب که الان داریمش. یک دو اون زمان حالا مثلا اوراق آمریکا انقدر روی همه مثلا چیز نذاشته بود دیگه، همه رو تحریم و اینا نمی‌کرد. بله. دارایی بود که مثلا اکثر کشورها می‌خریدنش، کشورهای عربی می‌خریدن، حتی چین، روسیه می‌خریدنش. خب این دو مورد دوم بود. مورد بعدی این بود که هج تورم پولی بود، یعنی مثلا کشورهایی که پول چاپ میکنن چون ارزش پولشون میاد پایین مردم میرن سمت مثلا طلا. آره ولی خب این کاهش رشدش رو من درک نمی‌کنم، مگر اینکه منظورشون از کاهش رشد این باشه که وقتی کاهش رشد داریم اون دولت بره پول چاپ بکنه، اقتصاد رو تحریک بکنه، از این لحاظ بخرن. شاید. پس حالا زیاد کانسپت ونتر هم مورد نظرت نیست؟ من خب چیز ندارن، آنچنان طلایی توی پورتفولیوشون ندارن حقیقتا که آقا مثلا اینو بفروشن. ولی خب یه کارلیشن عجیبی هم داره با این S&P و نزدیک این طلاه. این طلا خب برای همین میگم چون کاهش رشد داریم، کاهش رشد داشته بودن سهام میریزه همراهش، خب طلا میریزه دیگه. به نظر من پس کانسپت این که حالا از طلا برن توی اوراق فکر کنم کانسپت قشنگتری باشه تا اینکه بیان بفروشن. یعنی چی میگم؟ شیفت پوله حالا یه جورایی دیگه. ما شیفت پول رو باید تشخیص بدیم که ترید بکنیم دیگه. حالا اونقدر حالا فعلا طلا نریخته، ولی خب یکم بحث چیزام بود مهندس. میدونی
چیز بود. اووربای چیز داستان آره. احتمالاً بچه‌ها شنیدن. خب چیز بود، قرار بود مثلا آقای ترامپ تعرفه بذاره، خیلی‌ها ترسیدن که مثلا روی طلا هم تعرفه بذاره. خب یعنی ممکنه تعرفه طلا میشه. اومدن یک خیلی مقداری این چیز کردن، اینو آربیتراژ کردن، یعنی مثلا طلا توی انگلیس و لندن ارزان‌تر بود به نسبت آمریکا. بله. اومدن مثلا طلا رو از انگلیس انتقال دادن به مثلا آمریکا. آربیتراژ مثلا آره مثلا تو این حالت چیزم بود، هم قیمتا داشت میرفت بالا، تو این حالت مثلا همه داشتن ترسیده بودن که طلا نیست و طلا کمه اینها. مورد دوم این بود که حتی قرضم نمیدادن، یعنی لیز کردن طلا گرونتر شده بود. وقتی مثلا این جو اولیه هم میخوابه، این جو اولیه هم میخوابه روی قیمت طلا تاثیر میذاره دیگه. این هم مثلا یک دلیل دیگه. حالا بررسی‌های داده‌های کت هم نشون میداد خیلی خریدنش پوزیشن آنوایدینگ نبود. یه مقدار کت آنالیز و دقیقاً ممکنه هر چیزی باشه. آقا دنیای فارکس میدونیم دکتر بدیش چیه؟ بدیش اینه که آقا مثلا یه حرکتی توی مارکت اتفاق میفته، یکی میگه آقا اینجا FVG بود، یکی میگه اینجا آقا دابل تاپ بود، یکی میگه اینجا فاندش اینجوری بود، در صورتی که انقدر هر کس هر چیزی میتونه بگه. یکی بر اساس ستاره شناسی میگه، میدونی چی میگم؟ هر کسی میتونه دلیل پیدا بکنه، ولی قوی بودن داستان اینه که تو بتونی یه چیزی رو مثلا ازش سود کسب کنی، نه اینکه اتفاق بیفته بگی چرا اتفاق افتاده. خب دکتر من طلا رو حقیقت میخرم الان، نه حقیقت ماجرا میترسم از صلح روسیه و اوکراین. یه جایی هم میخوندم ولی به نظرم درست نیست، میگفت یه چیزی هولوش $300 از این قیمت طلا به خاطر جنگ روسیه و اوکراین. خیلی زیاد نگفته حقیقتش؟ نمیدونم، من متخصص طلا واقعا نیستم. واقعا دقیقاً به هر کی هم از من میپرسه این حرفو میزنه. دکتر خواهش میکنم بریم فاند طلا رو حداقل فاندش رو بگیم به بچه‌ها، چون هر کاری هم بکنیم بچه‌ها طلا رو میزنن. این چی دارم میگم؟ من طلا رو دنبال میکنم ولی طلا رو نه تحلیل دارم روش نه. آره خب این از این بیشتر دست خودتون رو میبوسم. منم طلاکار نیستم دکتر، من همیشه به بچه‌ها گفتم که به هیچ عنوان طلا کار نمیکنم. خب دکتر ما وارد ارزا بشیم. من که اصلا دوست ندارم، من اصلا جفت ارزا نیستم. فقط 2 تا سوال بپرسم. USD کد رو میخری یا کد JPY رو بفروشی، یا نه از این ترامپ میترسی انقدر حرفاش ضد نقیزه؟ جان مهندس میگم USD کد رو میخری یا کد JPY رو بفروشی، یا نه به حرفای ترامپ نمیشه زیاد اعتمادی داشت؟ من نظری ندارم واقعا یعنی این توی کفش که بود، من حالا چیز گذاشتم، پیشنهاد معاملاتی کریدیت آگریکول رو گذاشته بودم. آره. ولی خب الان دیگه رشدشو کرده دیگه، یعنی نظر واقعا ندارم. موافقم به این صورت. الانم 44.13. خب آره ممکنه واقعا من که اصلا جفرزار نیستم حقیقت واقعیت، یعنی اگر بتونم فقط شاخص ترید میکنم. کامیدیتی هم که اصلا اوضاعش یه مقدار چیزه. حالا این کاپرم که داستانش چیز شد، این مال قبل بچه براش تعرفه گذاشتن. خب دکتر صحبتی، من چون نمیخوام وارد جفت ارزا بشم، اگه بچه ها سوالی دارن ما در خدمتتون باشیم. نه بیشتر هدف این لایو همین بحث، میخواستم این چیزو بگیم، همین ترس از رشد، یا مثلا واقعا داریم چیزی میبینیم، چه دلایل موافقی روی ترس رشد داریم، چه دلایل مخالفی داریم. حالا دکتر به نظرت چه چیزایی میتونه چینج بکنه سنتیمنت ما رو؟ یعنی چه اخباری، چه اکسترنال، چه ماکرو دیتا، چه ترامپ؟ ببین خب ترس از رشد اقتصادی یکی، علاوه بر این حالا دیتای نظرسنجی یک دلیل دیگه هم داشت، این چیز بود دیگه، درآمدزایی‌های شرکت‌های مثل والمارت و خرده فروشی‌ها اینا هم بود دیگه. بله. درآمدزایی‌های ضعیفی نشون دادن و بعد پیش‌بینی‌های فوروارد گایدنس نشون ضعیف بود. این هم روی مارکت موثر بود. حالا چیزی که میتونه تغییر بده به نظرم مهمترینش چیز دیگه، آقای ترامپ مثلا بیاد بگه توافق شد و قرار نیست مثلا از ابتدای مارچ ما این چیز بذاریم روی
کانادا اینا تعرفه بذاریم، اروپا داره خوب پیش میره مثلا صحبتامون. آها یکیش واقعا کلا میتونه باشه ترامپ تریده دیگه. ترامپ ترید. بس ماکرو دیتا هم زیاد نمیتونه اثر خاصی بذاره برام. ماکرو دیتا فعلا نمیدونم، میگم یعنی اگر دیتایی بیاد که تایید بکنه این تضعیف رشد اقتصادی رو، خب قطعا منفی تره. آقا یعنی ما الان به یکی دو نظرم ماه دیگه خلاص میشیم از این وضعیت نه پای فاینانشیال جویس نشستن یا نه؟ حالا به باید نظرم باشه. الان نمیدونم مهندس، به نظرم الان رژیم جوریه که اخبار بد محسوب میشه، آره خبر خوب درست. خبر خوب محسوب میشه. قبول دارم. یعنی ممکنه الان دیتای ضعیف بیاد برای شاخصان چیز باشه، منفی باشه. آره. و مثلا دیتای قوی داشته باشیم برای شاخص‌ها شاخصان خوب مثبت باشه. قبلا البته دیتای رشدی ها، من آره. منظورم CPI نیست، منظورم تورم نیست، منظورم دیتای رشدی. تورم هم اگه خیلی با استاندارد دیوییشن بالای سورپرایز به پایینمون هم بکنه بد نیست ها. آره این هم میتونه به نفع چیز باشه، کاهش فشار مثلا فد کاهش رو چیز بده، کاهش نرخ بده. آقای احمدی یه سوال آپشنی ازتون دارم. اگر توزیع سطح گاما اکسپوژر منفی و مثبت در استرایک های مختلف رو در نظر بگیریم، منطقاً آپشن سلرها مایل به کشوندن قیمت به تجمع سطوح گاما مثبت و دور کردن از نواحی گاما منفی هستند؟ آپشن سلر من فقط گوینده بودم، ببخشید. همین مهندس آپشن سلر چرا باید براش فرق بکنه این قضیه؟ نمیدونم. اگر میخوان میکروفونشون رو روشن کنن آره اگر صحبت میخوای کنید. میکروفون رو روشن کن. نمیدونم احساس کردم سوالش شاید راجع به ماکس پینه. نه فکر نکنم راجع به ماکس پین باشه. عزیز میتونی میکروفونت رو روشن بکنی؟ خب جز این سوال نداریم چیز دیگه ای. هیچ مهندس میکروفونت رو نمیتونی روشن کنی؟ صدای من هست؟ بله این همون سرکار خانومی هستن که سوالاشون سوالای قویه. بفرمایید. سوالای تخصصی. بله منظورم از آپشن سلرها همون آپشن رایترها بود دیگه. بالاخره اینجا بازی زیرو سام زیرو سام گیم. بعد منظور این هستش که زینف هستن توی این که در چه قیمتی اون آپشن منقضی بشه. در نتیجه اصلا کل کانسپت گاما مگه جز اینه که نواحی که اونا وارد ضرر زیاد میشن و مجبور به هیچ شدن پوزیشنشون. یکم سرکار خانم بلندتر، ما میشنویم صدا را ولی میخوام بقیه بچه هم بشنوم. یه مقداری اگه بلندتر صحبت بکنید خیلی خیلی سپاسگزار میشم ازتون. این بخش دومتون رو نفهمیم میشه یک مقدار از کجا متوجه نشدیم؟ صداتون بلندتر صحبت کنیم یکم. آره هم خش داره هم آره انگار یه جور خش داره. بله من منظورم این بود که این سطوح گاما اگر جز این هستش که نواحی هستن که اون آپشن سلرها پوزیشناشون چنان وارد ضرر میشه که مجبور میشن به هج کردن. حالا در یا خرید میکنن مارکت رو یا اینکه در جهتش برن بسته به مدیریت ریسکشون داره. در نتیجه زینف در این که کجا بخواد آپشن منقضی بشه در کدوم ناحیه قیمتی. حالا بحث من سوالم مشخصا تفاوت بین گامای منفی و مثبت که اینها در واقع قیمت رو بیشتر میکشونن توی اون نواحی که گامای مثبت باید باشه. درسته؟ ببینید آپشن سلر با دیلر بودن قضیهش فرق داره. قبول دارین اینو؟ آپشن سلر یا آپشن رایتر مگه همون صادر کننده اوراق آپشن نیست؟ نه ببینید دیلر مارکت میکر ممکنه آپشن رو بخره ازت، ولی آپشن سلر کسیه که آپشن میفروشه. اینو قبول دارین؟ جز بزرگای بازار آپشن سلر ولی فرق داره با دیلر. مهندس نه بذارین ببینیم اینو قبول دارین این صحبتو؟ تا حالا به این تمایز به جای بر نخورده. اگه توضیح بدید. ببینین مارکت میکر خب کارش چیه؟ الان گاما اکسپوژر رو ما بیشتر برای این بررسی میکنیم، بهش یه جورایی میگن دیلر گاما اکسپوژر. خب
حالا مارکت میکر کارش چیه؟ مارکت میکر اینه که بازار بسازه، یعنی شما هر تریدی میگیری اونا خلاف شماست. خب یعنی من به عنوان یک ریتیلر ممکنه آپشن بفروشم، همیشه که قرار نیست من آپشن بخرم. خب آره اینجا مارکت میکر روبروی شماست. مارکت میکر از شما آپشن رو میخره. وقتی مارکت میکر آپشن رو میخره، نوع هجی که میکنه برعکس پوزیشنیه که داره. خب قضیه آپشن فروختن، آپشن رایت کردن، رایتر آپشن بودن، آپشن سلر بودن با دیلر بودن، با مارکت میکر بودن متفاوته. خب بله حالا اینکه اینا به سودشونه به کدوم لول برسونن اینجوری نیست. یعنی شاید برخی از مؤسسات بخوان این کارو بکنن، ولی ما بیشتر کانسپتمون برای گاما اکسپوژر کانسپت هج کردن مارکت میکراست. یعنی ما دیلر گاما اکسپوژر رو در نظر میگیریم. اینا خیلی براشون فرقی نمیکنه به کدوم سمت بکشن نکشن. خب اینا ما با مکانیزم هج کردنشون داریم کار داریم، یعنی سنتیمنت رو داینامیک آپشن بگیریم با خود آپشن خیلی اونجوری که شما فوکوس این کنید. داینامیک هج کردنه برامون مهمه. آره. خب مثلا ببینید الان ما توی گامای منفی هستیم. خب میخواین شیر کنید از طرفی نه مهندس، فقط بذارید من این بحثو کامل چیز کنم بی زحمت. مثلا حالا به یه لول مهم میرسیدیم، به یک گاما اکسپوژر رسیدیم که مثلا اوپن اینترست های بالایی توش داره. خب وقتی میرسیم به اینجا، اینا حالا اون مارکت میکرها یه هج اولیه دارن که موقعی که قرارداد به شما میفروشن، یه هج داینامیکی هم دارن که با تغییرات این ضریبای دلتا و گاما و این موارد باید این هجشون رو چیز کنن دیگه، تعدیل بکنن. درسته؟ وقتی ما خصوصا زمانی که به انقضاها نزدیک میشیم یا به این استرایک ها نزدیک میشیم که اون تریدر میاد سیو سود میکنه یا مثلا آنوایدینگ میکنه یا کم میکنه یا زیاد میکنه، یا به این به اکسپایری ها نزدیک میشیم که ضرایب تغییر میکنه، اینا فعالیت های داینامیک هجشون میره بالاتر، به ما مثلا نوسان رو میده. حالا این که شما مثلا میگید بکشونن به یه سمتی، ببینید مثلا باید طرف واقعا چیز باشه، قراردادش باید واقعا سنگین باشه. خب مارکت میکرها گفتم این کار انجام نمیدن. خب مارکت میکر کارش این نیست که مارکت رو بکشونه یک سمت که مثلا به نفعش باشه، هیچ وقت این کار انجام نمیدن، چون اگر نشه ضررشون وحشتناک بالاست. اصلا اینا حاضر نیستن $1 هم بدون هج باشن. خب یعنی حاضر نیستن $1 هم پوزیشن مثلا بایاستار بگیرن روی مارکت. ولی چرا مثلا برخی از مؤسسات یه کارایی میکنن خب که مثلا یک سری قراردادها بی ارزش به اون قضیهش. الان صدام هست مهندس؟ آره مهندس جان، من قطع کردم بفرمایید. نه اوکی، خیلی ساکت شد. آره مثلا یکی از کارهایی که میکنن روی VIX و آپشن های S&P. خب VIX یه جورای محاسبه چیز دیگه، ولاتیلیتی مثلا قرارداد S&P. خب حالا مثلا ما خود VIX رو که ترید نمی‌کنیم، یه VIX یک فیوچرز داره، یه آپشن روی VIX داریم، یه آپشن روی فیوچرزش داریم. خب معمولا میشه با دستکاری یا مثلا بالا حجم اضافه کردن کم کردن روی آپشن های S&P بیایم مثلا آپشن های VIX رو یا ببریم توی سود یا بیاریمشون توی ضرر. تنها دستکاری که من دیدم انجام میدن همینه. حالا میخواین شما صحبت کنین خانم تس. دکتر جان اگر موافق باشی، چون بچه‌ها با کانسپت های اولی آپشن آشنا نیستن، خانم تس توی سرویس آره میخوام ببینم متوجه. میخوام ببینم بدم بهشون. نه میخوام ببینم یعنی اوکی شد یا نه. بله من متوجه شدم. اصلا مفهوم آپشن سلری که به کار بردم منظورم دقیقا همون دیلرها بودش، چون منظورم نه آره این کسایی نبود که از استراتژی مارکت سلینگ استفاده میکنن. میدونم اینم یک استراتژی هستشون، ولی منظورم مؤسسات بزرگی بود که انقدر سرمایه بزرگ دارن که میتونن اوراق آپشن رو در ابعاد وسیع صادر بکنن و بنابراین زینف هستن در اینکه قیمت در حالا اون روز انقضای آپشن در کجا بخواد موقعی بشه. و حالا در مورد اون
اونا اگر اون کارو بکنن آره خب استراتژی دارن که این بیشتر ترجیح میدن